سلام همراهان عزیز ذهن و زندگی و یک از پادکست های دیگر ما خوش آمدید. امروز در پادکست با موضوعی میپردازیم که شاید همه ما در زندگی با آن دست و پنجه نرم کرده باشیم. هنری نگفتن است. چند بار در زندگی پیش آمده که به چیزی بلی گفتید؟ فقط به این دلیل که نمیتونستید نبگویید؟ یا شاید از ترس این که کسی ناراحت کنید یا احساس گناه کنید خود را در موقعیت‌های قرار دادید که نمیخواستید؟ خیلی اتفاق افتاده. این پادکست به شما کمک میکنه تا مهارت نگفتن را یاد بگیرید بدون اینکه احساس گناه یا ناراحتی کنید. همچنین به این میپردازیم که چرا این مهارت برای حفظ سلامت روان و افزایش عزت نفس ضروری است. چرا نگفتن سخت است؟ بیایید ابتدا بررسی کنیم که چرا بسیار از ما نمیتونیم به راحتی نبگوییم. دلایلش یک از او ترس از قضاوت یا از دست دادن دیگران است. این یک از دلایل اصلی سختی نگفتن ترس این است که دیگران ما را دوست نداشته باشند یا فکر کنند که ما خودخواه هستیم. این دلایل است که ما نمیتونیم نه بگوییم. دوم هم احساس گناه یا شرمندگی هست. بعضی افراد احساس میکنند که با نگفتن به دیگران آنها را ناامید میکنند یا حس گناه میتواند سنگین باشه. سوم علتش هم فرهنگ‌های اجتماعی هست. یعنی در بسیار از فرهنگ‌ها ما با پذیرش و کمک به دیگران تشویق میشیم. نگفتن گاهی به عنوان رفتارهای ناپسند تلقی میشه. از این خاطر است که انسان‌ها نگفتن نمیره. اما فایده یادگیری نگفتن چی هست؟ بیایید ببینیم که یادگیری نگفتن چی تأثیر مثبتی بر زندگی ما داره. اولا افزایش عزت نفس. عزت نفس یعنی میزان ارزشی که فرد خود قائل میشه. وقتی شما مرزهای خود را مشخص میکنید احساس قدرت و کنترل بیشتری به زندگیتان خواهید داشت. دو مدیریت بهتری زمان و انرژی هست. یکی از فایده‌های نگفتن. با نگفتن به درخواست‌های غیر ضروری میتونید زمانی بیشتری برای انجام کارهای مهم و شخصی خود پیدا بکنید. البته خب بعضی کارهایی هستن که ضروری هستن، ما عزیزان ما هستن، ما وقت نمیتونیم نه بگوییم، میره متوجه باید باشید. سوم حفظ سلامت روان. پذیرش درخواست‌های ناخواسته میتونه استرس زا باشه. البته نگفتن به شما کمک میکنه تا آرامش ذهنی بیشتری داشته باشید. اینو از فایده‌های نگفتن و موارد دیگری هم ممکنه باشه. اما چگونه بدون احساس گناه نبگوییم؟ یعنی تعدادی از دوستان ما هستن میگه که استاد وقتی من نمیگم بعد احساس گناه میکنم. برای اینکه بتونیم نبگویید همچون رابطه خوبی با دیگران داشته باشید میتونیم از این تکنیک ها استفاده بکنیم. اولین تکنیک هم با احترام نبگویید. البته یعنی نیاز نیست بیادب یا تند باشید. مثلا بگید خیلی متاسف هستم، حالا نمیتونم کمک بکنم، اما امیدوارم در آینده بتونم با شما کمک کنم. شماره 2 عبارات جایگزینی استفاده کنید. یعنی به جای یک نه سریع از عبارات مثلا شاید، بعداً یا اجازه بده که این را بررسی بکنم، اینو مسائل استفاده کنید. شماره 3 هم واضح و قاطع باشید. البته یعنی وقتی تصمیم گرفتید که نبگویید از توضیحات طولانی خودداری بکنید که هزاران دلیل بیارید. کوتاه و مشخص باشید. اینا تکنیک های هستن که ما وقتی انجام بدیم احساس گناه نداشته باشیم. اما تعداد تمرین‌های عملی اینجا به شما معرفی میکنیم که بتونید نه بگویید. برای یادگیری این مهارت‌ها میتونید از تمرین‌های زیر استفاده بکنید. شماره 1 شناسایی موقعیت‌های نیازمند به نگفتن است. یعنی فهرست از موقعیت‌هایی که میخواهید در آنها نه بگویید. تهیه بکنید، اینا رو لیست بکنید. این میتونه درخواست‌های کاری باشه تا پیشنهادهای اجتماعی. اینا رو لیست بکنید. شماره 2 شروع از موقعیت‌های ساده‌تر هست. یعنی ابتدا در شرایطی که ریسک کمتری دارن نه بگویید و کم کم اعتماد به نفس خود را بسازید. یعنی نمیشه از جاهای خیلی حساس اونجا نبگویید، نه، از کم کم از جایی که ریسک کمتری داره، خطری کمتری داره. شماره 3 هم تمرین هم با خودتان است. یعنی پیش روی آینه یا یک دوستی که نزدیکه بنشینید، پاسخهای احتمالی رو هم تمرین بکنید. اما نگفتن در روابط چی هست؟ یکی از چالش‌هایی که بزرگ نگفتن به افرادی است که با ما خیلی نزدیک هست، مثلا دوستان ما، خانواده ما یا همکاران ما. برای ایجاد مرزهای سالم چیکار باید بکنید؟ یک، مرزهای خود را مشخص بکنید. یعنی بدونید چی چیزی برای شما قابل قبول است و چی چیز نیست. 2 احساسات دیگران هم احترام بگذارید.
این در این حال که نمیگویید به احساس طرف مقابل توجه باید داشته باشید و بر اهمیت روابط تاکید بکنید. یعنی مثلا بگید من واقعا به دوستی ما ارزش قائلم، اما حالا نمیتونم به شما کمک بکنم، شرمنده شما هست. یادگیری نگفتن البته مهارتی است که نیاز به تمرین و پشتکار دارد، اما ارزش آن را داره که با نگفتن به چیزهایی که برای شما مهم نیستند به خودتان بله بگویید. باید داشته باشید نگفتن به دیگران به معنای نگفتن به ارزش‌های شما نیست، بلکه نشان دهنده احترام به خودتان است. اگر شما هم تجربه‌ای در این زمینه دارید، خوشحال میشم که آن را با ما به اشتراک بگذارید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. موفق باشید.